أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المرتل عليا دنيا المرتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس و حمد الله با زبان میاریم که به ما فرصت عنایت کرد باز در مورد مسئولیت های خود ما با بحث و مذاکره بشینیم. امیدوار هستم که این لحظات الله منان در حسنات ما حساب بکنه و سبب نجات ما از بدی ها، از پلیدی ها شود و همچنان کارهای خیر را انجام بدیم که باعث سرفرازی و سربلندی ما در دنیا و آخرت شود. ما در رابطه با مسئولیت شما و خود ما استادا و مربیان عزیز ما چیزهایی گفته آمدیم. در این دوره از صحبت‌های ما تربیت بدنی یا جسمی اولاد یا شاگردان باز هم مسئولیتش به دوش ما و شما و استادا و مربیای عزیز است. گفته آمدیم که چطور میتونیم ما یک اولادی که جسماً سالم باشه، صحتمند باشه و فردا و درد اجتماع بخوره، قوت داشته باشه، نیرومند باشه، با جرأت باشه، جوان مرد باشه، در برابر مصائب و مشکلات دست و پنجه نرم کرده بتونه. ایتو اولاد کار داریم ما، ایتو شاگردا کار داریم که فردا اینا مرد میدان شون و این بدبختی ها را از دامن امت پاک کنن. یک نسل حاضر در صحنه، مبارز، مجاهد و آگاه، تندرست و چیز فهم، دلسوز، مهربان، فکر و هوشش در نجات جامعه، در نجات خودش، در نجات ما حولش کار کنه، فکرش فعال شود. ما وقتی میتونیم که در جسم سالم ما و عقل سلیم ما اگر توجه کردیم انشالله به این هدف میرسیم. گفته آمدیم که از خوردنی و نوشیدنی و حتی خواب باید ما برای بدن ما، برای جسم ما
فایده برسانیم، چیزایی را نخوریم و ننوشیم که به بدن ما، به جسم ما ضرر برسانه. همچنان از خواب، بیخوابی بکشیم، خواب بی وقت بکنیم، گفتیم جسم خسته میشه، جسم ضعیف میشه. و امور رقم از مریضی ها، چقدر مریضی ها زیاد است. بعضی امراض هست که ساری استیر میشه از یک کس به دیگر کس. احتیاط کنیم. بعضی مریضی ها هست که سببش به احتیاطی های ما میشه. پس پدر و مادر مواظب باشن که بچگکایشان، دخترکایشان، یعنی نسبت به تنبلی و اهمال و غفلت پدر و مادرشان مریض نشود. اینا رو گفته آمدیم. گفتیم از تنبلی و نازدانگی پرهیز کنیم، اولاد ما بی‌بندوبار نشود. ورزش بکنن. ورزش ها را هم ذکر کردیم که کدام ورزش ها به انسان، به جسمش، به روحش حتی فایده میرسانه. از امون سپورت ها استفاده بکنن. سپورت های هم هست که جز ضایع کردن وقت، جزی که بعض وقتا حتی به ضرر بدنش، به ضرر جسم و روحش هم تمام میشه. بنابراین از اون سپورت ها اجتناب کنیم و اولاد ما چطور میشه جوان مرد باشه، جدی باشه. جوان مردی و غیرت و همت و مبارز بودن هم به جسم سالم و صحتمند نیازمند است. چیزهای دیگه هم که ضرر میرسانه سیگارت یا سیگار بود، دخانیات بود، دود، چلم است و چیزهای حاله دوباره مود کردن. جوان ها را میبینیم که در همین بعض رستوران ها یا جای هایی که اجتماع میکنن، جمع میشن، در روی چای نوشجان میکنن، در پهلویش میبینیم به نام شیشه. حالا در بسیار در خود اروپا هم خیلی مود شده و در این مرض مسلمان ها هم خودشان آغشته کردن. جوان های ما میرن تقلید میکنن از امو کارهای زشتی که اونا انجام میدن. در این رابطه هم گفتیم که چی ضررهایی به بدن میرسانه، به جسم و روح میرسانه. یک قسمتش ذکر کردیم. ضرر مالی داشت، به مال ما، به پول ما هم، به سرمایه ما ضرر میرسانه. این دخانیات، سیگارت و سیگار ما حول ما را اذیت میکنیم. اگر خدای ناخواسته در جمع ما یک کسی معتاد به سیگارت باشه و دودی باشه، ما حول خودش اذیت میکنه، همه از دستش به تنگ میشن. فامیلش، یک پدر گفتیم اگر به این مرض دچار باشه، زنش، بچه هایش چقدر اذیت میشن از دستش. و همینطور آمدیم که بعض طریقهایی را پیشکش کنیم که جلو از این مرض دود بگیریم. چطور میتونیم ما احتیاط کنیم و دوری بجوییم از مصاب شدن یا مبتلا شدن به مرض سیگارت یا سیگار؟ اگر ما حکم شرعی هم دین عزیز ما که ما را راهنمایی میکنه به اونا هم توجه کنیم، میبینیم که ما را راهنمایی میکنه دین عزیز ما که از این چیزهای پلید، از این چیزهای کثیف، از این چیزهایی که در جمله خبائث و چیزهای ناپسند و نجس و چیزهای زیاده هست که بتونیم ما این عمل یا این کار زشت بدانیم، ازش دوری کنیم. تمام امامان مذاهب، فقها، مجتهدین نظر موافق دارن، هیچ کسی در این اختلاف نداره که هر عاملی که سبب ضرر و زیان شوه، دوری کردن از این از جمله وجایب و فرایض یک مسلمان است و انجام دادنش یا عمل به او عمل کردن یا به او کار زشت مبادرت ورزیدن هم حرام است.
یک کاری که ضرر میرسانه بر انسان، از این باید دوری کنیم. از جمله وجایب و فرائض است و ترکش هم همونطور است. ترک کنیم. اگر انجام دادیم ما یک حرام انجام دادیم. چرا یک کار را کردیم که ضرر میرسونه برای کسی. اذیت و ضرر رساندن خودش ممنوع است. اجازه نداریم که به کسی ضرر برسانیم، یا به خود ما یا به کسی دیگه. بنابراین ما آیات مبارکه زیاد داریم. قرآن مجید برای ما دستور میده. در احادیث زیادی هست. از تحقیق و تجارب علما و دانشمندان، اطباء، وقتی که اینا رو شما مطالعه میکنین، استفاده میکنین، میبینین که همگی شما را از این چیزا منع میکنه که کار انجام ندید. در سوره بقره میخوانیم اعوذ بالله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. با دستای خودتان به هلاکت نپرتین. حالا میگیم که آیا راستی سیگارت و سیگار اینا انسان به هلاکت میبرن؟ امروزی ثابت شده که حتی ضرر سیگارت و سیگار اینا بیشتر است از هیروئین و مواد مخدری دیگه. پس نتایج هیروئین میبینیم که چقدر مردم که معتاد شده بیخی از اجتماع رانده شه، مثل یک مردی متحرک. پس انسان حق نداره خودش به طور سرنوشت دچار بکنه. در سوره النساء میخوانیم اعوذ بالله ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خداوند به شما مهربان است، رحیم است. شما چطور خودتان میکشید با دست خودتان؟ پس ما میبینیم که خطرات را که از این سیگارت و اینا متوجه جسم ما هست، ما را به هلاکت میکشانه. پس ما باید جلو خود بگیریم، این کار را زشت بدانیم، ازش دور شویم. کسایی که با بصیرت و عقلشان، عقل سلیم، نگویا که بعضی کسا هست میگه کلیب عمل خالص یا کلیب عمل نمیفهم، یک چیزایی جور کردن بر خودشون. عمل که نداشتی هیچ چیز هستی. عمل به این عنوان که یک چیز رو معتاد باشی تو، یا چرسی باشه یا بنگی باشه یا سیگارتی باشه یا شرابی باشه، نعوذ بالله نعوذ بالله. اما قمار هم بعض وقتا در جمله عمل میگیرن که باید انسان یک عمل داشته باشه، عمل زشت، عمل ناپسند. پس در جمله چیزای خبیثه هست، چیزایی که اونا در جمله ناپاکا هستن. چیزای ناپاک ما استفاده باید نکنیم و جسم ما ضرر میرسونه. بوی دهن ما را شما با واسه سیگارتی ها یک مصافحه میکنین یا نزدیک میشه به شما، بدتان میآید. ولی شاید دوستان است، آشنایتان است، اقربایتان است، یک رفیقتان است، تحملش میکنین، ولی چقدر زشت است، ازش کراهت پیدا میکنین شما، تو دلتان بد میشه. پس اگه عقل سلیم باشه، چرا ما یک عمل را انجام بدم، چرا ما یک کارایی را بکنم که طرف مقابلم به من کراهت پیدا کند، بدش بیایم. پس وقتی که جسم منم اذیت میکنه، حتی بوی کثیفش دهن من، خیر که لباس و همه چیز را به نظر مردم بد نشان میده، پس میبینیم که از جمله ضررهایش هست، باید از اینا دوری کنیم. سلامت جسم و روح ما را ما با دستای خود ما از بین نبریم. ببینیم در سوره النساء باز در آیت 2 در وسط آیت است که اعوذ بالله ولا تتبدل الخبيث بالطيب.
شما ناپاکا را جایگزین پاکا نسازین. وقتی که یک خوردنیه که دهن شما رو خوشبوی میسازه، مثلا هیل، نعنا، چقدر چیزای خوشبوی است که انسان بخوره دهنش بوی خوش بده. ببینید سیر نخورین دهنتون بوی میگیره، خصوصا در جمع که میرین، در اجتماع میرین، در مسجد میرین، سیر و پیاز بوی دهنتون خراب میکنه. عکسش شما یک شیرینی جوهردار نوش جان کنین که او جوهرش و بوی تازهش از دهن شما وقتی گپ میزنین نفره اما حرفتان هم خوشش بیاید. خب بر ترتیب ما میبینیم که هم قرآن ما را منع میکنه، هم علما ما را منع میکنه، هم اطباء ما را منع، هم کسایی که عقل سلیم و سالم دارن اینا هم از این چیزا نفرت دارن. نکنین، میگن این کارا را بر شما هم چندان اثر مثبت نداره. و جای دیگه حلال حرام پروردگار دمیجه میارن که اعوذ بالله در سوره الاعراف و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. چیها رو بر شما پاک کرده، حلال کردیم، چیزهای پاکه طیبه را، و چیزهایی که خبائث هست ناپاک هست اونا رو بر شما حرام کردیم. و چیزهای دیگه، اثرات دیگه که این دخانیاتی دودبا برای انسان میاره، یک شمی است که جسمتان ضعیف میکنه. برای ویزی که سر عقل یک خاک میپرته و پرده میپرته، عقلتان زائل میکنه. بعض وقتا از این چیزا اینا نشه میشن. در همون سیگارت ها بعض وقت چرس داخل میکنن، بعض وقت مواد بد و بلای دیگه هم هست که کلیه آدم هم باز کار نمیکنه. این کسای خوب میفهمن که نه به سیگارت محتاط شده باشن، هیچ سیگارت میگه من لاقل نمیتونم. اونها رو میبینید چقدر وجودشان ضعیف است. پیاده گشته نمیتونه، در بلندی بالا شده نمیتونه، یک چیز گرنگ برداشته نمیتونه، جسمش از بین رفته. درون چه حال داره؟ دل و جگر، شش، قلب. در روایت از امام احمد و ابو داود رحمهم الله میخوانیم، اینو از ام سلمه رضی الله عنها همسر پیامبر عزیز ما رضی الله عنها ام المؤمنین، از اینا میگن که پیامبر علیه السلام از هر مسکر و ضعیف کننده که از مخدرات است نهی کردن. جسمتون ضعیف میکنه، نکنید این چیزا، عقلتون میپوشانه. خب بعضا سوال پیش میشه که خیلی چرا سابق علما ایره مباح دانسته بودن؟ دلتان میکشن، دلتان نمیکشن. والله اعلم از این سبب بوده که در بسیار کشورهای اسلامی چقدر از این دودباب مصرف میشه. اگه احصایی مصرف روزانه مردم مسلمان ها رو بگیریم به میلیون ها دلار و یورو و ریال و اینا بالا میشه. این تجارای آدم کش چقدر ما تقویه میکنیم و پول ما میخریم اون چیزا را که ضرر برسانیم به جسم ما، به وجود ما. میگن شاید در او وقت همین ضرری که به جسم میرسانده این دودباب دخانیات همین کشف نشده بوده. حال شما هر ورق میزنین، هر مجله علمی را، هر گزارش علمی را که در رابطه با صحت و طبابت است شما ورق میزنین، در جمله چیزهایی که شدیداً اطباء منع میکنن همین دودباب و سیگارت ایناست. علمای حاضر اینا به تحریم
دخانیات رای دادن، فتوا دادن. طبعا اون وقت یک قاعده در فقه هست یا در شرع هست که در اصل هر چیز مباح است. بعضا مشخص شده که اینا حرام، اینا حلال. حال وقتی که ما ضررهای از این سیگارت اینا رو میبینیم، بنابراین علما جرأت میکنن که بگوین این کار باید ترک شود. از این دوری کردن سر ما فرض یا واجب هست و نکردنش سبب میشه که ما مبتلا به همین کارا شویم و انجامش هم حرام قرار میده. بنابراین او برادر عزیز من یا او خواهر عزیز من که سیگارت میکشه، اگر یک کمک توجه به صحتش کنه و این در پرتو دین ببینه، در پرتو ایمانش ببینه. ایمانش خود اجازه نمیده که کار انجام بده که خدا او رو ناپسند کرده باشه. ضرر مالی، جسمی، اذیت کردن ماها، پس همین ضررها است. یک کسی که به خدا ایمان داره و روز آخرت ایمان داره چطور جرأت میکنه که به خودش یا به دیگران ضرر برسانه؟ پس ایمانش تقاضا میکنه که از این عمل زشت دور شود. یعنی ما اگر امیر احساس کردیم که الله میبینه مرا، الله ناظر احوال ماست و چطور یک کار رو انجام میتونم که پروردگار رو منع کرده برای من. طبعا ما چطور میتونیم از این پدیده خود ما را نجات ببخشیم؟ حال در اروپا، در امریکا، در غرب اینا تانستن یک سلسله قواعد وضع کنن که در جاهایی که ازدحام مردم است در روز منع کنن و به شدت منع کنن. حتی در سفرهای هوایی میبینید در طیاره ها، هواپیماها بالکل ممنوع است. ساعت ها سفر طولانی هست، اجازه کسی را نمیده. او طرفش اگر ببینیم که مثلا ما میتونیم ترک کنیم، چطور نمیتونیم؟ اون نفر که هر لحظه سیگارت میکشید، آل در طیاره ساعت ها شتا نمیکشه، یک فشار سرش و خود آماده کرده که بله من نمیتونم دیگه اینجا بکشم. او در ویم اگر ما مسلمان ها هستیم، رمضان شریف میآید، اگر روزها دراز هم باشه، کوتاه باشه، او مسلمان روزه داره که سیگارت عادتش شده بود، عادتش بود، ترک میکنه، نمیکشه. شاید افطارش با سیگارت بکنه، ولی در همون مدتی که ممنوع هست میبینیم از خدا میترسه که من روزیم خراب میشه، نمیکشه. پس انسان میتونه سیگارت ترک بکنه. چی ضرورت است؟ یک اراده قوی، یک تصمیم قاطع. وقتی که ما برای سر نفس ما بتونیم حاکم باشیم، عکس انجام میتونیم بدیم. ما را امی فکر و بصیرت سلیم حکم میکنه سر ما را وادار میکنه که از این چیزای ناپاک، از این چیزایی که ضرر میرسانه خود ما را بیرون بکنیم. بدون شک وقتی عقل ما حساب بگیره از ما که امروز تو چه کارها کردی، یک دفعه محاسبه کنه خودش، باز وقت از این چیزا دور میره. حالا اگر که مشخص بیاییم پس سر بچه های ما، خصوصا کسایی که به مراحل نوجوانی یا جوانی رسیدن، اینا مواظب از اینا نشیم، غفلت بکنیم. این عادت زشت سیگارت کشیدن، سیگار کشیدن بچه های عادت میکنن، خصوصا اگر در اون منزل، در اون خانواده یک کسی به این عمل ناپسند معتاد باشه. بعض وقت از همین پسمانده های پدر یا مادر یا برادر کلان خانواده استفاده میکنن. شاید روز اول به شوقی کار میکنن، روز هم میرسه که از قوطی سیگارت شما دزدی میکنن.
خدا نکنه شما میگم هم کسایی که به عمل ناپسند معتاد شده، عادت داره. روزی میشه که اگر که باز نتونست از قوطی سیگرت فامیل بگیره، پول میزنه. اگر پول با اختیار خودش داشت، پول خودش داشت، خب میره آزاد بیرون یک جای پت کده میخره و در یک جای میمانه و همون رو که رفیقایش یا تنها میکشه. پدر و مادرم اگر مواظب نباشه که یگان دفعه نخواه پسرش یا دخترش که تو بیا بچیم که تمیده قگب بزن، که اگه احساس کنه، یک بوی کنه. ما شما مکلف هستیم اولادای ما را روزانه یک بار بوی کنیم. خدا نکنه معتاد بودن خود یک چیز جانبی است که دهن اولاد بوی نده. اولاد اگر کم در سن جوانی یا نوجوانی هست، بعض وقتا انسان عرق میکنه، دختر باشه پسر باشه، مواظبش باشین. او اگر شاید متوجه خودشان نباشن، شما در شکل ظاهرشان کش میکنین، آراسته باشه، اما یک بار بوی کنین. یگان وقت دندانایشان رو برس نمیکنن، تنبلی میکنن. یگان وقت زیرای خولشان عرق میکنن. اونو باید دور بوشوین، پاک کنن، از مواد استفاده بکنن که عرق بویش گم کنه. بعض عرقا خیلی زنن میباشه، بعض وقتا جرابا بوی میته، پایا بوی میته. بعضی کسا هستن که خصوصا کسایی که وضو نمیکنن. سبحان الله، این وضو چقدر یک نعمت است. نظافت جز ایمان ما هست. شما جرابای شوهرتان، جرابای بچه ها را، دخترها را از خودتان یگان وقت که میشوین زشت بوی میتن، دلایتان بی جای میشه. اما علاج چه بکنیم؟ حالا خود دوا و درمان زیاد است. یکی از درمان ها خود وضو کردن است، پای پاک نگاه کردن است. او کسی که وضو نمیکنه، پایش 24 ساعت اگر در موزهش باشه، در بوتش باشه، طبعا عرق میکنه، طبعا گنده میشه او پای. جرابه که 2 دفعه نشویه. بعض وقتا یک کسی بود میگفت که فلانی چنان یک بوی بد پایش داره که خانه ما میایه یا بوتش که میکشه، چشمای ما کور میشه، اینقدر او زننده است او بوی. به خاطر در پهلوی از شما متوجه میشین که این پسر یا این دختر سیگرت نکشیده باشه. بعض وقتا شاید خودشان نکشن، در ماحولی که هستن و بویش در جانشان چسبیده. بعض وقتا شاید پدر مادر اشتباهاً سر پسرشان گمان بد کنن یا سر دخترشان که تو کشیدی، ولی وقتی که خودش بکشه و از دهنشان بویش میاد. دستایش شما میبینین، حالتش میبینین، او حالت نرمال نیست، میلرزه بدنش. گمانم که نوبت یک میان برنامه هست، میریم به طرف میان برنامه و بعد دوباره صحبت ما را دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان دنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم السلام علیکم و رحمت الله. برادر و خواهر عزیز، بیایین که یک تصمیم جدی بگیریم، جرأت کنیم. کسایی که در خانه ما هستن اگر به این مرض دچار باشن، سیگریتی باشن یا ما بعض وقتی اصطلاح میگم چرسی هستن، وقتی یک سیگریتی رو چرسی بگوین زورش میده.
چرس به نظر از او بدتر است از سیگرت، ولی ضرر چرس کمتر است از سیگرت. هر دوش ناپسند است. ولیکن این تصمیم رو بگیریم که اول از خانه های ما این مرض بیرون کنیم. مریضه برش بسیار با محبت، با شفقت، با دلسوزی مطالب برش عرض کنیم، بیان کنیم که او خودش از همون کار دستبردار شود. با زور و فشار و اینا نتیجه نمیده. پیش روی شما شاید نکنن، پشت سر میکنن. پس او فایده نکرد، اما فایده کرد که از پیش روی شما دور شد، شما از اذیتش. ولیکن او عزیزی که مبتلا به این مشکل هست، او را خود درمان نکردین شما. پس این مطالب کم و بیش من ذکر کردم، چیزایی که خود شما از تجاربتان که دارین، کتاب‌ها رو مطالعه کردین، چیزایی را که شما در زندگیتان آموختین، همینا رو پیش از اونا پیشکش کنید که نه الا کنن. دو وقت شما تانستین از خانیتان بیرون کنین، باز کسایی که مهمان میآید طرف خانه شما، بعض وقت مهمان ها هم به این مشکل دچار می باشن. ولی اگر در خانه شما قسم سرشته گرفته باشین که اینا بیان ای جرأت نکنن که در خانه شما باز دود باشه و اذیت شدن های شما باشه. پس با جرأتی را بتانیم وقتی یک مهمان عزیزی آمد، از خود ما بود یا تازه آمد، وقتی خواست از وقتها اجازه میگیرن، اجازه است من یک سیگرت بکشم، اما اجازه را ندین، ولی به بسیار شیرین زبانی و بسیار حکمت که ما در اینجا قصد کردیم که دیگه دود نکنیم. ضررهایش برش بفهمیم. الحمدلله سابقا خانه ما دود پر بود، بعض وقتا کالای ما بوی میداد. توشک وقتی در زیر لیاف داخل میشدیم دلای ما بیجا میشد، دود بود. کتاب باز میکردیم، در کتاب دود بود. حتی در جای نمازها که نماز میخوادیم دود بود. ولی الحمدلله حالی از مدتی هست که خانه ما خوشبوی شده. خانه ها را خوشبو بکنیم. حالا چقدر مواد هست که خانه ها را خوشبو میسازن. بوی گل ها هست، عطرهایی هست که شما را در خانه وقت داخل میشین دلتان فرح میشه یا دلتان باز میشه که الحمدلله چه خوب خانه بوی داره. بعض وقتا زیاد سردشار شما هم شده وقتی یک خواهر یا یک برادر از خانهش آمده، در اون خانه دروازه ها بسته بوده، آشپزخانه هم بیداد کرده، چیزای مزه‌دار پخته کردن، بوی قرمه هست، بوی کباب هست، بوی سیر و پیاز هست، هر چیز هست در آشپزخانه است. این در لباس ها میشینه، شما میایین بیرون با یک کس سلام علیکی میکنین، وقتی که نزدیکش میشین از کالای شما بوی آشپزخانه میآید. خوبش نیست. بوی آشپزخانه وقت انسان خوش میاد که آدم گوش نباشه، ولی در کالا نشینه او بوی. در کالا که پیشینه که بوی کالا و بوی عرق انسان، او بوی خیلی زشت میشه. پس خانه های ما را پاک نگاه کنیم، بوی خوش داشته باشه خانه های ما. بوی آشپزخانه ما داخل سالن و داخل اتاق‌های خواب نشود. اما تو که دود و بوی سیگرت نمیخوانیم، اما هم متوجه باشیم. پس وقتی که مهمان عزیز آمد خواست که این کار رو بکنه، بگه نمیشه که چند دقیقه نکشی. اگه شما تانست نور از این کار دستوردار کنین، خود چقدر سعادت نصیب از او هم از شما هم. اگر نمیشد حداقل دیدن که بسیار بی‌طاقتی میکنه، خیلی بیرون شما تشریف ببرین، نمی دوده بکشین. اگر بسیار ضرور است که حتما باید این کار بکنین، اول خود نکنین. حداقل یک چند قرانی در جیبتان میمانه که در خانه ما آمدین نکشیدین شما. و او چیزایی را که شما یاد دارین که اونا را از این کار منصرف کنین، اما گپا را بزنین باشه. وقتی که شما از داخل خانه‌تون این کار را کشیدین، مهمان آمد، مهمان شما
به وجه احسن موعظه کردین، اونا را از این کار پشیمان کردین که انشالله برای همیشه پشیمان شود، تصمیم قاطع بگیره ایلا بکنه. مثال ها رو برش بدین، فلانی ایلا کرد، فلانی ایلا کرد، این قدر خوشبخت است، نفسش به جای شده، از در خانه ازش خوش هستن، خودش چهره بشاش پیدا کرده، سابقه رنگش زرد دود پر. شما این چیز داره که برش بگین تشویق شو بالاخره. بعض وقتا به مذاق و شوخی بگین، بعض وقتا جدی شوین، بعض وقتا قارم شوین، ولی قارتان به این نشه خدای نخواسته و احساس توهین و تحقیر کنه. وقتی کمک جدی شده پس دوباره از دلش بیرون کنید که ما به خیرت میخواستم، خیر مشکل خفه نشده باشه از پیش. و هر ترتیب ایره آله به تداوی اولادای ما، برای جوان و نوجوانی که از درون خانه ما خدای ناخواسته به این مشکل مبتلا نشود. وقتی ما غفلت کردیم، مربیای ما، استادای ما در مکتب بچه‌ها را متوجهش نشدن، ما یک مکتب نزدیک خانه ماست، بچه‌های خرد هستن، از گیر استاد معلم‌ها میگریزن، میان در زیر یک بالکن استاد میشن، در زیر یک دهلیز اونمون اینا سیگرت میکشن، از وقت تفریحشون باز میرن میدون. اینجا خود دموکراسی است، میگن با تو عرض نیست، لیکن بعضی چیزها هست که اگر ما متوجه نشویم مرض ساری میشه که همه جامعه میگیره. پس معلم هوشیار دلسوز برای شاگردش، شاگرد حتی اونو بر از این زیر دستش نیست که تعلیم بده، یک چند تا مضامینی که مسئولیت درس داره با اونا ببرسه، اخلاقش، صحتش، تمام چیزایش احساس کنه که من مسئولش هستم. اخلاقش، تربیه جسم و روحش. پس او استاد وقتی بچه‌ها که در بیرون سیگرت کشیدن آمدن در صنف خوب بویشان کتشان آورده، سابقه میزد معلم که تو کردی و کردی، حالا فکر میکنم از زدن چیز به زبان شیرین به وجه احسن مثال ها گفته شد برشن. انشاءالله امروز اگه اعلان کنه صبح اعلان میکنه. این کارها همتون نیست که شما فوراً تصمیم گرفتین امروز صبح باید اعلان کنه. خسته نشین، مانده نشین، صبر داشته باشین، اما جدی باشین که من میخوام سر از اعلان کنم. اما تا یک کسی مریض دیگر رقم مریض شود چقدر تپ و تلاش میکنین، پول مصرف میکنین، وقت نمیتین تا که مرض از جانش دور کنین. خواهی هم یک مرض است. شما متوجه نشدین مریض شدن ارجمندتان. پس بوده ببین ما حولش کی از رفیقایش کی است، تعقیب کنین یگان وقت، ببینین برین. بچه ها یگان وقت فکر میکنن پدر مادرشان خود خانه هستن یا در سر کارشان هستن، مواظبشان نیستن، باز دو خلا کار خود انجام میدن. شما یگان وقت دونمون یک وقت سر به سراغش برین که شما چطور میتونین او را کنترل کنین. ببینین او طورم نیه که همیشه شما در تعقیبش باشین که شور خوردن نتانه، باز بچه ها رایش می آفن. ما وقتی که خورد بودیم فکر میکردیم که پدر ما یگان کار ما را نمیتونه کنترل کنه، تا که او افشا میشد ما کار ما را پیش میبردیم. پدرها بعض وقت فکر میکنه که من از بچه با خبر هستم، ولی به شک کار خود کرده. مادرها همه تو فکر میکنن که تمام حرکات دختر زیر نظرش هست، اما تو نیست. گاه شما روابط دوستانه اگر در بین باشه در بین پدر و مادرش و اولادش، و وقت شما موفق میباشین که درست مواظبت کنید. و همین کسایی که معتاد میشن، تحقیق کردن علما میگن، تجربهشون نشان داده که 90% کسایی که معتاد به سیگرت شدن اینا از 18 سالگی پایان سیگرت کشیدن. در همون دوران جوانی ها، نوجوانی ها پدر مادر مواظب نشده، استاد مربی مواظبت نکرده، اینا به این مشکل روبرو شدن، از همون وقت سیگرت کشیدن شروع کرده. حال
40 ساله است، 50 است، عمرش رفته، دل و درونش شاریده. به او خاطر شما اگر که میخواین پسرا و اولادکای شما از این خطرها نجات پیدا کنن، مواظب باشید. اگر در همین مورد گپ ما کافی باشه که شما هم دست به کار شوین که این مشکل جلوش بگیریم، دود از خانه‌های ما بیرون بکنیم. یک شعار بتیم، سابق شعار میدادن مرگ بر روسا، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. حالا بیاین در خانه یک شعار بتیم مرگ بر دود. این دود هم خیلی خطرناک است. دود نابود. انشاءالله پروردگار و دعا کنیم اگر پدر ما، اگر مادر ما، اگر خانم ما، اگر شوهر اینا اگر معتاد شدن به این مرض ها، اولاد اگر شده، در پهلوی از اینکه شما تدابیر اتخاذ میکنین، تدبیر میسنجین، چاره میسنجین، از الله هم کمک بخواین. این یادتان نره. دعا کنین خدایا اولاد من صرف عزیزم است، این از این مرض نجات ببخش. برای مریض ها چطور دعا میکنیم؟ حتی به مسجد احوال روی میکنیم که به مولوی صاحب بگین یا به جماعت بگین که در حق فلان مریض دعا کنن که خدا شفا ببخشه. امیام مریضی است. مشخص کنین که خدایا اولاد من از دود، از سیگرت و سیگار نجات ببخش، خدایا شفا ببخش. این رفیق نامرده که برای تباهی موجود در جانش چسبیده، پولش هم میگیره، جانش هم میگیره، مالش هم میگیره، کلی چیزاش ازش میگیره. بنان دعا میکنیم که خداوند از این مرض که جسم اولاد ما را، روح و روانش ضربه میزنن، ما حول اذیت میکنه، خدا از این مرض همه ما رو نجات ببخشه. اگر ما بتونیم همین مصرفی که در کشورهای مسلمان برای خریدن سیگرت میشه اگر ما جلوش بگیریم، چقدر گرسنه های کشورهای اسلامی سیر میشن، چقدر بی خانه ها خانه‌دار میشن، چقدر جوانهایی که نمیتونن ازدواج کنن ازدواج میتونن بکنن. یک مشکل دیگی که جوان و نوجوان به او مبتلا میشه و سبب میشه که جسم و جانش به هلاکت و به ضعف و به مشکلات رنگ دچار کنه، یک عمل ناپسنده هست که نیمه جوان یا نوجوان یا جوان به این کار مبادرت میکنن، او را در حساب شرع استمناء میگن. انسان غریزه شهوانی داره. همین هم یکی از نصایح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که جوانها را میگن زود ازدواج بکنید که نا به اعمال ناپسند و ممنوعه و جانکاه دیگی اینا دست دراز نکنن. یک عمل ناروا و قبیح که الله جزای سنگین بر از او وضع کرده همین زنا و لواطت است. یک کار دیگه هم است که انسان با خودش میکنه. وقتی جوان شد، بعض وقتا هنوز جوان نشدن پسرها یا دخترها به این کارها دست میزنن که ماحول که حاکم از در اوجه، او در و دیواری که پر از گناه هست، او بازارهایی که در او گناه هست، یکی از اثراتش همی است. وقتی یک پسر دختر جوان شد، او غریزه شهوانیش اگر سرش غلبه کرد، پدر و مادر اگر بیخبر ماندن، بازو تفلکا و او ارجمندای عزیز ما خودشان به انحراف کشانده میشن. در اروپا، در غرب که میبینیم بچه و دختر در یک صنف از خردی که هستن تا که
هستن. بعض وقتا اینا همون غرایز شهوانی و غرایزی که یک انسان دارد این طبیعی است. اینا او غرایزشان به دادش میرسند. دختر و پسر یک جا در خلوت هم هستن، در علنی هم هستن، هر جای هستن. ولی جایی که دختر و پسر به این طور صراحت و وضاحت نمیتونن به یکی دیگهشون خدا برسانن، اونا باز با خودشون خلوت میکنن. این هم یک مرض جانکاه هست. این نه تنها جسم ضربه میزنه که حتی مرضهای جنسی، روانی، عقل، اینا را همگیش در هم میکوبه. ما در وقت زندگی میکنیم در اکثر کشورهای اسلامی هم متاسفانه بازارها از گشتن نیست. یک آدمی که صاحب تقوا و پرهیزگار باشه در بازار وقت براید خودش کنترل کرده نمیتونه. و طبعا ایره قصدن کردن. این فرهنگ از بیرون آمد در کشورهای اسلامی. زنها را یک چیز ساختن که اونا سبب به انحراف کشیدن مردها یا جوانها و نوجوانها شوند. و سر که به یک زن مسلمان، یک دختر که از یک خانواده مسلمان بیرون میشه، با سر و وضع لباس بیرون میشه که ماحولش آسیب میزنه. اینا رو تحریک میکنن. اینا وقتی به او رسیده نمیتونن یا به او یا یک جای دیگه نیست که این غرایزشان اینا رفع بکنن، باز بر خودشان امرای خودشانی کار میکنن، با دستایشانی کار میکنن. فیلم ها رو میبینیم، سریال ها رو میبینیم. بعضی وقتا در این موبایل هایی که هر اطفال با خودشان دارن، در اون چی فیلم های دهشتناک، چی فیلم های که یعنی انسان خجالت میکشه. اگر تنها مگه او رو میبینه انسان باید خجالت بکشه. کارهایی رو که در خفا در یک جای صورت میگرفت آلی را علنی کردن. در جبهایشان است، در صنف، در جای کار، در بیرون، در خانه میتونه ازش استفاده بکنه. وقتی او چیزای تحریک کننده را میبینه، این جوان، این نوجوان خودش کنترل کرده نمیتونه. باز اگر که در او خانه گپ از خدا و رسول گفته نشود، اینا رو متوجه عواقب شوم از این کارها نساخته باشه پدر و مادرش. حال در غرب درس میدن که یک پسر از یک دختر چطور استفاده کنه، یک دختر چطور، نعوذ بالله. شاید در یک سن و سال با یک ترتیب، با یک ادب و اخلاق آموختن روابط زناشویی باشه، این ضرور باشه که جوانها خبر شوند. اما در چی وقت خبر شوند؟ در کدام سن و سال خبر شوند؟ به چی اسلوب خبر شوند؟ حالا بچه‌هایی که 8 ساله و 9 ساله هستند، صنف اول و 2 و 3، نعوذ بالله، این عفت و حیا و اینا رو نابود کردن. در کشورهای ما آهسته آهسته اینا، خدا نکنه که جنبه رسمی رو بگیره که در مکتبای ما اینا رو در صنف 3 و 4 تدریس کنن، یاد بدن، در حالی که هیچ از این چیزا خبر نیست. این پوسترهایی که در دیوار بند میکنن، بعض وقتا همین لباس های که تحریک کننده است، نیمه جوان
همونان تحریکش میکنن. شما میبینید در یک مغازه در یک کشور بسیار دیندار، در بازار در ویترینا هم زیر پوشی های زنها و مردها را به نمایش گذاشتن، در یک هیکل، در یک مجسمه پوشاندن لباس هایی که اونا باید از چشم ها پوشیده باشه. حیا، عفت یک چیز هست در اجتماع. شرم و حیای اجتماعی را کشتن. پس این جوان ما، این عزیز ما، این ارجمند ما وقتی که بیرون میره امینا تحریکش میکنه. پس ما میبینیم که اجتماع ما از سلامت اجتماعی برخوردار نیست. پس پدرک و مادرک، اولادکایتان مواظب باشید. اینا را از خطرات از عواقب شومش بترسانید. گوش کنید بچه های ما، باز شما کار نکنید دخترها. وقتی چیزای گناه آلوده میبینید چشمکایتان رو پایان بردین. این گناه داره، این طور از شما را از دینتان دور میکنه، از اخلاق دور میشن، از عفت، از حیا. او بفهمن. یک کسی میگفت که من دختر من نکرده بودم که بچیم آوازی نریده اینجا. خب من از یک درس یا یک سپورت برای از صنفای پایان شروع میشه این کارا. دخترها بچه ها میرن در حوض آبازی رو یاد میگیرن. این پدرش گفته بود بچیم گناه داره، او آتش وارز. دختر اکش ترسانده بود که شاید دختر فکر کرده که او داغ است. الله آدم در جهنم میپرته اگر که بچه ها و دختر ها یک جای برن لباس هاشون میگیرن که حالا آبازی میپوشن میرن آبازی میکنن. این گناه داره، این بسیار الله ناراحت میشن، ناراض میشن. یک وقت مادرش میگه برای پدر گفته بود که بابیش خمی اما طفلک خورده است. خونه بی کل سنگاهش میره یک تنها میره به یک صنف دیگه میشینه و یا امروز از مکتب نمیره. گرچه که حالی کارها را به زور میکنن در غرب، در ساره سر اولادای مسلمان هم تطبیق میخواین بکنن. اگر که پدر مادر بگن که ما اجازه نمیتیم، پلیس میاده جانش. الا که خود پسر بگه یا دختر بگه که نه من میترسم، من نمیخوایم، حساسیت دارم، فلان فلان بهانه بیاره. اگر فهمیدن که پدر مادرش اینو منع کرده، باز او وقت او به جان پدر و مادر مرد داره تو یک شرایط زندگی میکنه. مادرش میگه بابیش امی خال خورد است، میرن سه خانم اولی نیم دختره که مازم او ترساندیم، اولی خودش بعدش میگه نه نمیره. اولی جوری که وقتی روان میکنه داخل حوض میره و شلب او بازی میکنه، خوش میاد. فلکا او بازی خوششون میاد. خود که بابیم دروغ میگفت. یا خود کجاست یا آتش است. بیا از میالی که یک دستوردار شده میره بان که نروه. چقدر مهم است. بعض وقتا هست که ما میگیم خود بچه ها بازی یاد میگیرن، پس آن بازی کارم میکنن. آن غرض نه، آن خورد است. میالی که خورد است شما مواظبش باشید. یک وقتی کارها را میکنه مثل که چاکلیت از شیرین است، میتین میخوره، یک وقت میگه نخو که گلول درد میکنه، نخو که سرفه میکنی، نخو که نقص داره. و حیران میمونه تا پیشتر ما میخوریم. حالا چرا؟ پس وقتی که شما و یک کار از آغازش جلوش بگیریم یا یک کار را که میخواین عملی شود، از اون آغاز این عملی کنیم. بچه های شما را میگه بچه هایتان اگه 7 ساله شد مثلا که شما نماز میخواین اون کار رو بیارین در پولیتون استاد کنین نماز بخواین، در حالی که سر از اون فرق نیست که عادت کنه و از اون وقت در این رابطه مواظبت کنه که نماز مهم بوده. پدرم هر وقت 5 وقت نماز میخوان، مادرم 5 وقت نماز میخوان، مرام میبود. در حالی که هنوز طفل است. امیدوار هستم که اگر زنده بودیم در برنامه بعدی در این رابطه که با استمناء نامش گذاشتیم که پسر یا دختر با خودش خلوت میکنه، کارهایی را انجام میده که گناه هست، ممنوع هست، حرام است.
به جسمش، به جنسش، به عقلش، به روحش، به روانش ضربه میزنه، به بدبختی های کلان دیگه او را میکشانه. به خاطر در این رابطه هم انشاءالله بیشتر صحبت خواهد کردیم. حالا میریم به یک میان برنامه. شما عزیزان را من دعوت میکنم که تلفن ها که باز شد شما هم داخل بحث صحبت شوین که از شما من یگان چیز یاد بگیرم. السلام علیکم و رحمت الله. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، اگرچه بحث ایجاب میکنه که آدم نتونه بعضی چیزها را واضح گپ بزنه، به کنایه و به اشاره به شما بفهمانم. بعضی چیزایی را که اگر عزیزا خودشان جوانا نوجوانای ما گوش میکنن، چیزایی را اگر اونو نفهمیدن، پدر و مادر عزیز شما بر از اونو واضح تر باز بگویید. در همون یک چوکاتی که اخلاق، ادب، عفت اینا ایجاب میکنن، شما باز کمی وضاحت بتین کنو بفهمن گپا. به این ترتیب یکان وقت بر من سر من فشار میاد که من در رابطه با چی حرف میخوایم بزنم، ولی ضرور است یکی از وجایب یا مسئولیت های پدر و مادر است که در این رابطه بچه هایشان و دخترهایشان آگاه بسازند. در اون خانواده که دین حاکم است، نه به عنوان یک عادت که بعضی کسا عادت دارن 5 وقت نماز میخوانن، قرآن میخوانن، اما در نمازشان چنان حضور ندارن که از اون نماز لذت ببرن، اون نماز مانع فحشا و منکرات شود. نماز هم میخوانن، خدای ناخواسته در محافل هم میرن که در اونجا گناه هست. نماز هم خوانده میشه، در همون خانه بعد از نماز غیبت هست، در نماز بعد از اون در اون خانه کارهای ناپسند دیگه هم انجام میشه. قرآن میخوانن، ختم میکنن، ولیکن در اون قرآن تدبر و تفکر نمیکنن. این قرآن از ما چی میخواد؟ به اون شکل خودشان زحمت ندادن، خوشم هستن میگن ما ختم کردیم الحمدلله، ما یک بار ختم میکنیم. طبعا خداوند برشان اجر بده، ثواب دارن که ثواب میخوان، کمایی میکنن ثواب، ولی کافی نیست. وقتی شما یک نماز میخوانید، اگر شخصی هستین پیش از نماز و این نماز شما خواندین، اگر این نماز شما را از پیشترتان شما را به طرف بهتر تغییر نده، معنی که شما نمازتان صحیح نخواندین. اگر شما قرآن یک بار ختم کردین و او کسی که پیش از ختم قرآن بودین، بعد از ختم قرآن اگر که در شما تغییر ناوردی ختم قرآن، پس شما ختم قرآن ازش بهره نگرفتین که در وجود شما تغییر می‌آمد، در شما خدا ترسیتان بیشتر میشد، دوستیتان با الله بیشتر میشد، اصلاحات در زندگیتان می آوردین. اگر نکرد، معنی چیزی که شما
اما تو ظاهری تیر شدین، سطحی تیر شدین از پیشش. اگر او جوان یا اون نوجوان عزیز من وقتی در خانه و پدر و مادره که اونا از اسلام با خبر هستن، اسلام دوست دارن، اسلام میخوان در زندگیشون تطبیق بکنن، در عملشون پیاده بکنن، این بچگک ها، این اولادک هایی که از این خانه ها سر بلند میکنن، اینا آسان گمراه نمیشن. اینا را کافی است که شما بگید بچه وقتی که بیرون میری از خدا بترس، وقتی کدام منظری بد دم راید میه چشمک تا پایان پرتو. او باز در خلوت هم خدا را دوست می داشته باشه، خدا را ناظر حالش میدانه، در هر جا دست به او کار نمیزنه که الله از اون ناراض شه، میفهمه که الله مرا میبینه. پس او نوجوانی که یعنی ترس الهی اونقدر در دلش نیست، یا گناه ازش نمیترسه، میگه خیر باز توبه میکنم. به این ترتیب اینا خدای ناخواسته آهسته آهسته گمراه میشن و تدریج اینا رو همین ماحول از پای میپرتن. همین کتاب ها، همین مجله ها که در مابینش عکسای مسخره هست، عکسایی که شما را به بدبختی های متاسفانه میکشانه، یا داستان های عشقی هست از دو تا دختر و پسر جوان که اینا با هم چه قسم دوست شدن و چه کارا کردن، اینا رو وقتی جوان میخوانه تحریکش میکنه. پس اگر که خود جوان در اون مرحله نیست که خودش نگاه کنه، پدر و مادرش مواظب نباشه، اینا رو به بدبختی های کلان میکشونه. حال از دستشون چیز نامد که امو آتش غریزه های خودشون فرو بشانن، یا پول ندارن یا جرأتش ندارن یا در دسترسشون قرار نمیگیره، نمیتونن به یک پسر به یک دختر خودشون برسانن، باز با خودشون مشغول میشن. که آهسته آهسته خود یک کار هم اینا رو به سرحد بدبختی ها میکشانن. من از عزیزایم خواهش میکنم که تلفن کنن، انشالله تلفن ها باز است، شما گپ بزنین که صحبت یک بار رنگارنگ شود. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام رحمت خدا، درود خدا بر شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خیر عزیز، بفرمایید شما. در پروگرام عالی ارزشمند، خداوند همگی ما را برای راست هدایت کنه. آمین. و این زحمتی که شما میکشین ان شاء الله که همه خانواده ها متوجه شوند، تویم و شوند، و دعا کنیم که کسایی که کارخانه ها را به کار انداختن و تولید سیگار و شراب و چرس و تریاک همه چیز همونطور رایگان کردن، و خود کشور ما یک کمی غریبا یک بیچاره یک کمی بر خود یگان جا یگان تریاک چیز اما اونجا را خودشان غصب کردن و بر خود تصرف کردن که سالها میلیون ها را پول از او پیدا میکنن. چی کنیم؟ نه در کشورهای غرب جای داریم و نه در کشور خود. ایدوال سردگو ماندیم. استاد شما یک سوال دارم، آیا به سوی افغانستان هجرت کردن خوب است؟ بعضی که پرسان میکنیم میگن در اونجا بلا آمده، شما را خداوند نجات داده، بعد چرا به اون طرف میرین؟ آیا ما از افغانستان یعنی در اونجا بلاست یا کسایی که همین سر خودت هستن چی کار کنیم؟ اینجا دل ما را بسیار گرفته، دیگر نفرها اونجا پرسان میکنن. همین سوال ما را اگر شما جواب بدین بسیار ممنون میشیم و سرافراز و سربلند باشین که دی پروگرام های بسیار زیبایتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز، واقعا سوال بسیار مهم و ارزنده کردین، خصوصا همی که آیا ما به وطن ما هجرت کنیم، دوباره برگردیم به وطن ما. دل آدم نمیشه که بگویه نی، ولی کسی که هجرت کرده از وطنش، در اونجا ما خو همی قاعده را داریم که وقتی ما از یک جای میبراییم که در اونجا
ما نمیتونیم خداوند خود ما را، دین خود ما را عبادت بکنیم یا از دین ما پیروی بکنیم. مشکلات ایجاد کردن، به او خاطر ما جای میریم که خدای ما را پرستش کرده بتونیم، عبادت الله انجام داده بتونیم. ولیکن این هجرت ما وقتی پیش الله ارزشمند میشه، بهتر، بالاتر، مراتب ما بالا میره که ما برای برگشت به وطن ما، برای جور کردن او نابسامانی هایی که در وطن ما بود و سبب هجرت ما شد، او را ما در تلاش یادی باشیم که اصلاح کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از مکه برآمدن، وطنشان بود، زادگاهشان بود، دوست داشتن او وطنشان. اما وقتی که تلاش کردن در مدینه منوره که دوباره او وطن از دست کسایی که غیر از خدا را پرستش میکردن نجات بدن، و الحمدلله که خدا این زمینه را فرصت، این زمینه را برشان ساخت که اونا برن دوباره وطنشان آزاد کنن و همونجا هم سنگر توحید بگردانن، خدا پرستی شود. حالا هر کسی که میتونه در اون کشور بره سبب دعوت مردم به طرف خدا شود، سبب شود که انسان ها از این مشکلات خلاص شوند، این تجاوز یا اشغال پایان شود، برشان میسر است که در اوجا مبارزه کنند. هستن کسایی که اوجا مبارزه میکنن، ولی کسایی که نمیتونستن البته بیرون شدن. حالا هر کس که میتونه در اوج یک کار خیری به خاطر خدا، به خاطر آزادی کشورش بکنه، خب بره. شما اونجا میتونید چند نفر دعوت کنیم، روشن بسازینشان که این کار را که شما میکنیم این بر شما ناپسند است، الله ناراض میشه از این کار. اگر با شما نمیتونین، شما اونجا رفتین، محیط قسم هست که همین اولادایی هم که شما دارین امونام از دستان میره، یا شما را نمیمانن که شما را کسی را دعوت بکنید. ایره هر کسی پیش خودش یک بسنجه. این هجرت ما، این سفر ما به خاطر الله باشه. وقتی از مکه مکرمه یک دفعه به مدینه منوره رفتن، در یک حدیث مبارک همونطور متنش یا محتوایش همیت مفهومش که هر کسی اگر به خاطر خدا هجرت کرده باشه، خداوند درش پاداش میده. بعضی کسا اگر به خاطر خرمای مدینه رفتن، یا کسی به خاطر ازدواج با یک زن رفته هجرت کرده، اینا هم به مو نیتایی که کردن میرسن. ولی هر کس هم پیش الله برابر نیت خودش اجرش میگیره. یک قدم امیال رفتن از اروپا، از امریکا به افغانستان رفتن که در روز بازار تجارت گرمتر است. اینجا اگر روزانه 1000 روپیه 100 روپیه به دستشان می آمد، گفتن اونجا بریم 1000 روپیه، می رفتن، اما 1000 روپیه را به دست آوردن. بعضی کسا رفتن که ما همکاری میکنیم با دولت، رفتن همکاری کردن با دولت. بعضی هم گفتن ما میریم مردم رو روشن میکنیم، دعوت میکنیم، رفتن. کی به خاطر چی میرم؟ پیش الله هست. ما این رابطه اگر که یک برنامه را آدم برش اختصاص بده که وقت مفصل مشرح سرش گپ بزنه، و وقت به یک نتیجه خاط رسیدیم. ما خداوند عزیز این نعمتی که وطن ما بود از پیش ما اگر رفته، ما اهمال کردیم، ما قدرش ندانستیم. آره بیرون هستیم، دل ما پشت وطن ما میتپه، هر لحظه میخوایم وطنم برم. همونطور که شما اینجا جای دلتان تنگ شد، اگر ما به خاطر خدا در اینجا کار کردن میتونیم. این هم سرزمین خدا هست، میگه هر جا ملک ماست که ملک خدای ماست. این زمین هم از الله هست. این کسایی که آمدن حکومت جور میکنن، قطع کردن، یک قسمت برای خود گرفته و برای خود گرفته، کل زمین مال الله هست. اگر باز ما شما در اینجا نتونستیم عبادت الله بکنیم، از اینجا باید بریم. باز اینجا برای ما دیگه زرق و برقش، خانه هایش مفشن است، اینجا امنیت است، اینجا فلان است. باز وقت
جای ما نیست دیگه در اینجا. اگر ما رو اینجا نگذارن که الله ما را پرستش کنیم، اینجا باز از ما نیست. ما باید از اینجا بریم. هر جای، هر مسلمان در هر جایی که هست، اگر نمیتونه خدایش عبادت کنه، خدایش پرستش کنه، او جای برش نیست، از اونجا باید حرکت کنه برای جایی که خدایش بتونه پرستش بکنه. هر کار را که انسان پیشه کرده به خاطر رزق و روزیش، به خاطر نفقیش، اگه او کارش مانع عبادت الله باشه، او از او کار دستبردار شه، او کار دیگه به خیرش نیست، به دردش نمیخوره، از او کار خیر نمیبینه. شاید سرمایه دار شود، پول زیاد پیدا بکنه، ولی یک بار خدا میگیره و گرفته. پیش روی چشم بسیار کسا را دیدیم، وقتی نماز ساعت 3 میکرد کارش بود، میگفت که حالا کارم زیاد است، تا وقت شد که دیگه نماز از برنامه‌اش برآمد، مشغول کار شد. ما یکی از دوستای ما بود، یک روز سر خوردیم، تجار بود، کلان آدم سرمایه دار بود، روز جمعه بود. وقتی نماز نزدیک شد گفتم بریم به نماز جمعه دمی نزدیک ها مسجد، گفتم بریم به اونجا نماز بخونیم. من گفت شما برین، ما انشالله ما هم خواد یک وقت میخوام. گفتم چطور؟ یک وقت؟ گفت ما خود مسلمان هستم، میشناسی مرا، نماز میخوانم، اگر فرصت پیدا کردم دست خیرم بر مردم میرسه، حال کارم زیاد است، نمیتونم کار میلا کنم. یکم اگه قایم گرفتم که تو عجب گپ میزنی، نماز باز نماز جمعه. گفت ما یک قصد کردیم که هر وقت 50 میلیون یورو پیدا کردم، اگر تو دیگه مرا در کدام شرکت یا در کدام بازار دیدی، باز هر چی که میگی بگو. ما باز مسجد است، کنج مسجد است و ما دیگه از دنیا دستبردار میشم. خب ما 50 میلیون قصد کردیم که 50 میلیون داشته باشم، پیدا کردم، باز اعلام میکنم. گفتم آل چقدر داری؟ گفت آل شاید 5 میلیون داشته باشم. 5 میلیون داره، شیطان وسوسه کرده که 50 بساز، باز کنج مسجد از تو. تلاش من هم دیگه کاری نافتاد. گفتم نکنم 5 میلیون تشکری بکو از خدا، خدایا شکر 5 میلیون به من دادی. بسیار کسا هست که 5 یورو ندارن، تو 5 تا داری میخوای 50 تا شود، نکن شکری میشه. بیا امی نمازی که تو میری، این نماز در این کارت خیر مندازه، برکت مندازه. خب نه رفت. مدت ها سپری شد. یک وقت یک دوستی از اونا را دیدم، پرسان کردم، نامش گرفتم که می کجا هست می جوان؟ خبر نداری شما؟ گفتم نه شده نیدیمش. گفت اونا ورشکست شدن، کارایشان نزدیک جمع شد، یک شهر دیگر نامش گرفت که اونمونجا یک دکانک داره، اونمونجا هست و هم الله علم که روزگارش میچله نمیچله. یک بار همون 50 میلیون به یادم آمد که خب قصد 50 میلیون شده نداشت، صاحب 50 میلیون شده نداشت، هم از رفته. سبحان الله. الله با کدام زبان برای ما بگویه؟ اعوذ بالله، ولا ان شکرتم لازیدنکم. اگر شما تشکری کردین، اگر قدر نعمت‌های مرا داشتین، دانستین، خود زیاد میکنم. سبحان الله. ولا ان کفرتم، اگر کفران کردین، ناشکری کردین، ان عذابی لشدید. نعوذ بالله. پناه میبریم به الله از اینکه و الله مهربانی که از مادر ما به ما مهربان تر است. ما 2 روپیه دنیا را ترجیح بدیم الله ناراض بسازیم. همین کارهایی را که ما میگیم کار دارم، باز که کارم خلاص شد میخوانم نماز. چطور ما را میتونیم تضمین بکنیم که یک لحظه بعد من زنده هستم؟ اگر انسان نماز وقت شوه و این نماز نخوانه و این بمره،
خود در یک وقتی که عصیان کرده در برابر الله سرکشی کرده ای وفات کرده. یک کسی که در یک گناه مشغول باشه، نخواندن نماز و گناه هست. چشتین مشغول یک کار هستین، میگین کار ما خلاص کردیم باز نماز میخوان. کارتان خلاص نشد، عمرتان خلاص شد، چیکار میکنی؟ مواظب ما باشیم. خب او 5 میلیون هم رفت، 5 میلیون هم نشد، نمازها هم رفت. ما با دستای خود ما خشم خدا را میخریم. نعوذ بالله. و مال ما ضرر رساندیم به جسم ما، به روح ما. اولو کسی که 5 میلیون رو ازش داده و نارام است، خوش پدیده، یادش میاد که 5 میلیون داشت میرفت. خدا چطور رفته؟ در جزئیاتش دیگه من نپرسیدم که چه قسم رفت. خدا امانت میته بر ما. اگر اولاد ما هست، اگر مال ما هست، اگر جان ما هست، اگر عزت و آبروی هست بر ما، اگر علم هست بر ما، همه‌اش امانت های الهی است. اینا میره از بین، اینا رو میگیره الله. اگر شما اولاد دارین، اولادتان به خاطر خدا بزرگ نکردین، در راه خدا اولادتان روان نکردین، این اولاد ضایع کردین شما. این اولاد باز به دردتان نمیخوره. اگر مالتان در راه الله مصرف نکردین، به خاطر رضای الله از اون مال استفاده نکردین، این مال به دردتان دیگه نمیخوره. سبب بدبختیتان میشه، سبب هلاکتتان میشه. ما انشاءالله در برنامه بر آینده اگر زنده بودیم و شما کوشش میکنیم که همین مطلب را که امروز یک قسمت عنوان کردم در این رابطه برنامه مشخص خود ما را میگیریم و شما هم در این رابطه کم و بیش از تجاربتان یادداشت‌ها بگیرید. امروز هم شما در این بحث‌های ما شرکت نکردیم. بر ترتیب انشاءالله امیدوار هستم که اولادهای صالح داشته باشیم، اولادهای سالم داشته باشیم. فعلا بحث ما شما سر تربیت بدنی یا جسمی اولاد ما هست. همین عمل ناروایی هم که آل عنوان کردم، استمنا، این هم برای جسم اولاد ما، برای جسم هر کسی که به این عمل شنیع، به این عمل ممنوعه دست میزنه، این راه طبیعی رفع احتیاج ما نیست. باید جوان باید خویشتنداری کرده بتونه، صبر داشته باشه، به نفسش خودش رو تسلیم نکنه. هرچی نفس انسان خواست مامور پشتش اگر رفت تباهیش میکنه. این نفس باید در اختیار ما باشه. وقتی ما از این نفس سرکش میتونیم درست استفاده بکنیم که ما جلوش گرفته بتونیم. ما استعداد در خود ما داشته باشیم که چطور میتونیم از سرکشی نفس جلوگیری بکنیم. حالا در این محیطی که ما شما افتیدیم همین محیط هست. یا الله یا نصیب که این محیط ها اصلاح شود. در تلاش از این باشیم که محیط اصلاح کنیم. اما وقتی که محیط اصلاح کرده نمیتونیم، خود ما احتیاط بکنیم که در اون محیط ذوب نشیم، اون محیط ما را جذب نکنه در خودش. وقتی ما پوره هست، شما را به خدای مهربان میسپارم تا به برنامه آینده که تکرار از برنامه هم که انشاءالله روز یک شنبه هست، ساعت 2 هست و روز 5 شنبه هم در وقت قبل از صلات نماز صبح هست که برای افغانستان و تاجیکستان و عزیزایی که در این فرصت میتونن فرصت دارن ببینن. من شما را به برنامه دیگر دعوت میکنم و شما را به الله میسپارم.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله تعالى على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. خدایا رو مددگار شما. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.